سلام، چطوری؟ میخوام نحوه کار کردن با فر برقی رو بهتون یاد بدم. فری که من دارم مدل 632 از برند بوش فر برقیه و ساخت آلمانه. من به خاطر اینکه آموزشمون کامل باشه فر رو یه دور روشن خاموش کردم. الان میخوام از اول همه چیزش رو بهتون یاد بدم. چون یه سری گفته بودین که فرتون منوی فارسی نداره. ببین وقتی فر روشن میشه توی مرحله اول بهتون یه همچین منوی میده که شما باید اینجا زبان رو انتخاب بکنید. حالا مثلا میخواید انگلیسی باشه، آلمانی باشه، عربی باشه، هر چی. من میذارم روی فارسی چون راحت ترم. با این علامت ساعت وقتی تایید رو بزنم میره روی قسمتی که بخوام ساعت هم تنظیم بکنم. خب اینو دوباره میچرخونم و ساعتی که هست رو انتخاب میکنم. خیلی کار خاصی نمیکنه، فقط اینکه حالا به شما نشون میده که ساعت چنده و دوباره این ساعت رو میزنم و تکمیل شد. این الان منوی فارسی و ساعتی که تنظیم شد. خب بعد اینکه دستگاه رو روشن کردیم اینجا ما یه سری منو داریم که خب این قفل کودکه، این برای تنظیمات دستی مونه و حالا منوهای دستی که اینجا داریم آی برای تنظیمات بیشتر، حالا اطلاعات بیشتر، راهنمایی و نور دستگاه، نور فر و دکمه استاپ و استارت. خب این دکمه‌ای که من الان زدم کل منویی که توی فر هست توی این یه دونه دکمه هم همه اینا هست. یعنی وقتی این ولوم من میچرخونم تمام این منوهایی که برای پخته، حالا میخواین گریل کنین، پیتزا بپزین، نمیدونم کیک و شیرینی، اینا همش توی این منو هست. خب من میام سراغ منوی اول که هوای داغ چرخشی هست. این گزینه یعنی هوای داغ چرخشی برای پخش کردن، یعنی کار فن رو انجام میده، برای پخش کردن هوا، برای مغز پخت کردن بهتر غذا ازش استفاده میکنن. المنت بالا و پایین برای اینه که شما هم المنت بالاتون روشن میشه هم المنت پایین فرتون روشن میشه و برای پخت غذا و حجم مواد غذایی خیلی زیاد ازش استفاده میکنن. هوای داغ کم مصرف که باز همون کار انجام میده، فن روشن میشه و به لحاظ مصرف انرژی خیلی مصرف برق و اون انرژی رو میاره پایین، ولی خب مدت زمان بیشتری رو بعد برای پختتون براش به کار ببرید. المنت بالا و پایین کم مصرف باز هم همون کار المنت بالا و پایین رو انجام میده ولی باز با مصرف برق کمتر. خب گریل با هوای چرخشی برای گریل کردن سطح مواد غذاییتون، حالا گریل کردن همون طلایی بکنه روی حالا کیک و غذا، حالا هر چی که هست، و هوای چرخشی یعنی فن. و بخوام بهتون نشون بدم این سینی میشه سینی گریلتون. حالا مثلا میخواید برگرتون خیلی برشته بشه، نمیدونم پنیر پیتزاتون قشنگ آب بشه، برشته بشه، باید مواد غذایی رو روی این سینی قرار بدید. منوی بعدی طبقه پیتزاه که فقط این سینی مخصوص پیتزاتون رو توی طبقتون قرار میدین و مخصوص پخت پیتزا ازش استفاده میشه. و گزینه آخر هم یخزداییه، برای اینکه حالا مرغی دارین، گوشتی دارین، نونی دارین، میخواین که یخش آب بشه، روی این منو قرار میدید و دکمه استارت رو میزنید و کارش شروع میکنید. حالا همه این برنامه هایی که من اینجا بهتون توضیح دادم، مثلا حالا یکیشو انتخاب میکنیم به این صورته که وقتی ما برنامه رو انتخاب کردیم این علامت دم و سنج رو میزنیم و باید بهش دمامون رو بدیم، مثلا 170 درجه، 80 درجه، هر چقدر که هست، و بعد هم روی این علامت ساعت میزنیم و مدت پختمون رو مشخص میکنیم. حالا اگر بر اساس تجربه است که خب بر اساس تجربه مثلا نیم ساعت، 40 دقیقه، هر چی. نه اگر مثلا توی رسیپی بهتون گفتن 40 دقیقه، 45 دقیقه، اینجا مشخص میکنید. منتها اون 40 دقیقه 45 دقیقه که حالا مثلا برای پخت کیک هست، شما بعد از 10 دقیقه یک ربع قبل فرتون رو گرم بکنید و بعد هم دکمه استارت رو میزنید و فر شروع میکنه به کار کرد. اینجا یه دونه برنامه گرمایش سریع داریم که فر رو توی سریع ترین زمان ممکن براتون داغ میکنه. منتها این برنامه روی تمامی این گزینه هایی که بهتون گفتم کار نمیکنه، فقط روی چند تاش هست که کار میکنه. حالا همه این برنامه هایی که توی این گزینه بود، همه اینا پر مصرف ترینش، یعنی برنامه‌ای که همیشه ممکنه ازشون استفاده بکنی، آورده توی این قسمت فر گذاشته، یعنی هوای چرخشی،
هوای داغ کم مصرف، المنت بالا و پایین و گریل پوشش کامل. حالا وقتی که این مثلا من گریل رو میزنم، این یه نکته، گریل 3 تا سطح داره، سطح 1، سطح 1 2 3 که حالا به نسبت مثلا سطح 3 قشنگ دیگه گریل میکنه دیگه، حالا مثلا سطح 1 و 2 حالا به نسبت کم و کمتر میشه، که مثلا وقتی من میذارم روی گریل مثلا سطح مثلا 3 زمان براش مشخص میکنم و دوباره استارت رو میزنم و شروع میکنه به کار کردن. حالا اگه نخوایم با هیچ کدوم از این منوهایی که اینجا داریم کار بکنیم، ما اینجا یه دونه تایمر دستی داریم. حالا بر اساس تجربه دانشمون هر چی که هست، ما این تایمر دستی رو میزنیم، بهش زمان میدیم و استارت رو میزنیم و شروع میکنه به کار کردن. و اینم که قفل کودک، وقتی نگهش دارید 3 ثانیه قفل کودکتون فعال میشه. الان فعال شده. و وقتی هم که دوباره دستتون رو روش قرار بدید، به مدت 3 ثانیه یا 4 ثانیه میشه 4 ثانیه این قفل باز میشه. و دیگه این دکمه آی که برای اینه که بهتون اطلاعات پخت بده، که مثلا حالا راهنمایی بیشتر بهتون میده که مثلا حالا هر کدوم از این برنامه ها برای چه کاری هستش. و اینم که چراغ توی خود دستگاهتون. یه نکته که هست، برای همه پخت و پزهاتون حتما فرتون رو از قبل گرم بکنید. خیلیاتون پرسیدین که برای اینکه میخواین کیک درست بکنید، حالا کیکتون روش میپزه ولی توش همیشه خامه، من از چه منوی استفاده میکنم همیشه برای پخت کیک؟ من خودم هر وقت بخوام کیک توی فر درست بکنم، از هوای داغ چرخشی استفاده میکنم که همین گزینه اوله. دما بهش میدم، حالا مثلا روی 160 درجه، و تایمی که بهش میدم 50 دقیقه مثلا بهش زمان میدم. و حالا مثلا دیگه تا آماده سازی و اون چیزاشو انجام بدم 1 رو بهش گذشته، مدت 40-45 دقیقه کیک رو میذارم توی دستگاه. و برای مثلا اگه بخوام لازانیا درست بکنم، المنت بالا پایین رو همیشه استفاده میکنم. و گریل هم که از همین این گزینه مثلا حالا درجه بندی داره، من همیشه روی سطح 2 استفاده میکنم، چون حالا مثلا یه سری چیزا رو نمیخوام خیلی گریل بشه دیگه. همین. باز حالا اگه سوالی هست بگید که من جوابتون رو بدم.